کنید. من سعی میکنم هفته‌ای 4 تا 5 تا ویدیو، شاید هم بیشتر هم بذارم توی کانالم. عرضم به حضورتون امروز میخواستم در مورد به نام زدن یه روش در مورد به نام زدن مهره ها رو توضیح بدم خدمتتون. سنگ ها، اکثر سنگ ها که خودتون میدونید، خیلی از سنگ هایی که استفاده میکنیم دست دوم هستن و قبلش دست کسی دیگه بودن و اکثرا هم به نام میزنن سنگ هاشون رو یا انگشتر هاشون، هیچ فرقی نمیکنه. پس ما اولین کاری که باید بکنیم، باید اون سنگ رو طلاق بدیم از صاحب قبلیش. اول طلاق بدیم بعد به نام بکنیم. خب باید چی کار بکنیم؟ ما یه لیوان میاریم، یه لیوان بیارید که ساده بدون نقش و نگار باشه. حالا جنسش فرق نمیکنه، شیشه باشه، استیل باشه، پلاستیک باشه، سفال باشه، هیچ فرقی نمیکنه، فقط باید بدون نقش و نگار باشه. یه لیوان میارید، پرش میکنید گلاب. حالا پر یا نصف فرقی هم باز نمیکنه، طوری که اون سنگتون بره زیر چیز، یعنی سطحشو بپوشونه اون گلاب، تا اون حد باشه کافیه. خیلی کم هم البته نباید باشه گلاب. حداقل باید مثلا اگر یه انگشتر میخواد بذارید، حداقل باید نصف لیوان گلاب بذارید. و برگ درخت سدر، کنار، برگ درخت کنار به اندازه 2 قاشق غذاخوری برگ درخت کنار میریزید توی گلاب و 1 ذره هم عنبر سفید. عنبر سفید یه چیزی هست که عطاریا دارن، دقیقا مثل نمک و شکر هست، ولی یک بوی خیلی تندی داره که کلا موکلین سنگ‌ها این بو خیلی خوششون میاد. حتما باید عنبر سفید رو بریزید توش و به اندازه یه دونه خیار و نمک میزنید. چقدر میریزید توش؟ اونقدر بزنید کافیه، چون خیلی بوش تنده و سریعا اصلا بوش پخش میشه. احتیاج نیست پرش کنید عنبر، خیلی کم میخواد. عنبر سفید، اگه رفتید عطاره میگید عنبر سفید میخوایم، عنبر سفید رو میریزید توش و درش رو میذارید، در لیوان رو، و مهره یا انگشتر رو میذارید توش و در لیوان رو میذارید. این کار البته باید بعد از غروب آفتاب، بعد از نماز، حالا تا نیمه شب فرصت دارید، تا ساعت 11-12 فرصت دارید این کار رو بکنید، انجام میدید و لیوان درش رو که گذاشتید میذاریدش توی بالکن یا جایی که نور خلاصه ماه بهش بتابه، توی حیاط، توی بالکن، جایی که نور ماه و ستاره بهش بتابه مستقیما. بعد عرضم به حضورتون وقتی گذاشتیدش، صبح موقع نماز قبل از اینکه آفتاب بزنه میرید بیرونش میارید. احتیاج هم نیست 2 شب یا 3 شب انجام، همین 1 شب کافیه. صبح قبل از طلوع آفتاب بیرونش میارید و انگشتر یا مهره رو توی دستتون میگیرید، توی دست راستتون میگیریدش، زیر شیر آب میشوریدش و میگیریدش توی دست راستتون و نزدیکش میکنید به دهنتون و اینو میخونید. من حالا بعد متن کاملش رو تو دیسکریپشن میذارم براتون که بتونید بخونید و از روش. اینو میخونید، نزدیکش میکنید به دهنتون و این آیه رو میخونید. بسم الله الرحمن الرحیم. یا اهل الجن والجان، یا صالحین و یا منکم دون ذالک، یا خدام نبی الله سلیمان ابن داوود، توکلوا ایها الملکین حجرت و حجارت، طلقت هذا الحجر من جمیع اولاد و بنات آدم و حوا و زوجکم الی فلان ابن فلان. مثلا اسم من مصطفاست، مادر زینب، آدم و حوا و زوجکم الی مصطفی ابن زینب. اسم مادر رو میگید، اسم خودتون و اسم مادر. یه چیزی که باید اینجا توضیح بدم، اون خیلی ها هستن 2 اسم دارن. اون اسمی که شما همه جا صداتون میزنن، توی خونه، بیرون، دوست و آشنا صداتون میزنن، اون اسم رو به کار ببرید. بعضی اصلا اسم شناسنامه‌ای دارن ولی اصلا کسی به اون اسم صداشون نمیزنه. پس چی؟ اسمی که همه جا صداتون میزنن و به اون معروف هستید، اون اسم رو باید بگید. الی فلان ابن فلان ان تفعل خیرا ولا تفعل شرا، به حق نبی الله سلیمان ابن داوود و صلی الله علی محمد و آل محمد. معنی این آیه هم تقریبا معنی توضیح کلی که بدم اینه که قسمشون میدی
به حق سلیمان ابن داوود و محمد و آل محمد که من طلاقت میدم از صاحب قبلیش و به نامت میزنم، به نام این فرد که خلا خودتون باشید، یا اگه خواستید برای کسی دیگه به نام بزنید فرقی نمیکنه، میزنید و میگید که هیچ شری برای من نیار و فقط خیر و برکت برای من به ارمغان بیار به حق نبی الله سلیمان ابن داوود و صلی الله علی محمد و آل محمد. اینو که گفتید یه فوت میکنید توش و اون آماده استفاده است و الان به نام زده آماده در دست شماست. امیدوارم که دوست داشته باشید. اگه دوست داشتید لایک کنید، کامنت هم اگه سوالی داشتید تو کامنت ها بنویسید، در خدمت هستم. خدا نگهدار.